توی این کادری که میبینید 3 از سخت‌ترین سوالای جهان نوشته که فقط 1% مردم کل جهان میتونن اینا رو جواب بدن. اولین سوال اینه که معروف‌ترین اسم آقایون کدام است؟ دومین سوال اینه که طبق آخرین تحقیقات چند درصد مردم قبلا مردن؟ سوال آخر اینه که به طور تقریبی چند کشور در جهان است؟ اگه جوابشو میدونید توی کامنت ها بگید. فعلا خداحافظ. توی این کادری که میبینید 3 از سخت‌ترین سوالای جهان نوشته که فقط 1% مردم کل جهان میتونن اینا رو جواب بدن. اولین سوال اینه که معروف‌ترین اسم آقایون کدام است؟ دومین سوال اینه که طبق آخرین تحقیقات چند درصد مردم قبلا مردن؟